سلام دوستای خوبم، من بختیاری هستم. امروز با آموزش 2 گره اومدم خدمتتون. این تابلو فرشی رو که میبینین من برجسته کاریش رو انجام دادم، تمام کاراش تموم شده و الان میخوایم بریم برای زدن 2 گره. خب برای زدن 2 گره ما به نخ چله احتیاج داریم. این نخ چله‌مون هر چقدر که نازکتر باشه 2 گره‌مون قشنگتر در میاد. الان من از نخ چله 9 لا استفاده کردم که کارم قشنگ در بیاد. 2 گره رو برای چی میزنیم؟ برای اینکه پایان فرش این تار و پودها هست که ما زدیم، وقتی که از دار میکشیم خب دیگه هیچ محافظتی نداره که اینا باز نشن، لا از هم باز میشن و این تار و پودها جدا میشن و حتی به شکافته شدن فرش منجر میشه. خب ما این 2 گره رو میزنیم که هم زیبایی داره و هم از شکافته شدن تار و پودها جلوگیری میکنه. امروز میخوام 0 تا 100 2 گره رو براتون آموزش بدم که خودتون بتونین برای تابلوهاتون بزنین. با من همراه باشین در ادامه که بریم 2 گره رو بزنیم. خب ابتدا با یه بروس یا شونه چله ها رو شونه میکنیم که قدشون رو اندازه هم کوتاه کنیم. الان ببینین قداشون بافنده اندازه هم کوتاه نکرده، باید اینا مرتب باشن. این کارای ریز خیلی به زیبایی تابلو فرشتون کمک میکنه، پس حتما انجام بدین. از سرسری از کنار کار رد نشین، حتما کار رو کامل و تمیز انجام بدین مثل حرفه‌ای ها. خب الان اینو ما مرتب میکنیم که خروجی کارمون زیبا در بیاد. فقط چله ها رو باید با انگشت بگیریم که حرکت نکنن. موقعی که کارتون تموم میشه و از دار میخواین ببرین، حتما با یه خطکش و یک خودکار علامت بزنین که اینجوری چلاتون نامرتب نشه. و اینکه به این مقدارم کافیه، چون اینها میرن پشت کار، پشت تابلو وقتی قابش میگیری و معلوم نمیشن. ولی خب ما بعضیا دوست دارن برای زیبایی ریشه داشته باشه. ما این 2 گره رو قبل از شور میزنیم، قبل از اینکه بخوایم تابلو فرش رو بشوریم بفرستیم برای شستن. این 2 گره رو باید بزنیم که جلوگیری بشه از شکافته شدن تابلو فرش. خب حالا بیاین که 2 گره رو بزنیم. خب برای شروع 2 گره ما یک مقدار از چله ها رو جدا میکنیم. این 3-4 تا نخ رو جدا میکنیم. هر چقدر تعداد کمتر باشه 2 گره‌مون ظریف‌تر در میاد. بعد نخ چله‌ای که انتخاب کردیم رو به بلندی ریشه ها میگیریم و با انگشتمون انتهای نخ رو میگیریم. خب اینجا انتهای نخ رو میگیریم. بعد یه تاب ببینید این که گرفتیم با این انگشت شستمون رو میندازیم پشتش، 2 تا تاب میدیم. با انگشت شست دیگه از داخل این دایره ردش میکنیم. حالا با سر جدا اونو میکشیم، با سری که رهاست، و محکمش میکنیم. 2 گره حتما برای هر سری 2 دفعه باید زده بشه. ببینیم باید با این انگشت اینو مهار کنیم. انگشت شستمون رو میندازیم پشتش، 2 تا تاب میدیم، یه حلقه درست میشه. از داخل این حلقه با انگشت شستمون اینو بیرون میندازیم. این الان شد اولین 2 گره‌مون. خب یه دونه دیگه میزنیم، دوباره چند تا تار انتخاب میکنیم. حالا دیگه هر چقدر اول انتخاب کردین، مقداری که اول انتخاب کردین دیگه حالا چشمیه، نمیخواد بشماریم دیگه. در ادامه به همون صورت
پیش میریم. خب الان دیگه این قسمت ما دیگه محکم شده، دیگه کمتر لازمه که بگیریم. دوباره با انگشت شستمون، ببینید انگشت شستمون میذاریم کنارش، دوباره یه دور دیگه میزنیم، از داخلش رد میکنیم. گفتیم دوبار این کار رو تکرار میکنیم. زیاد سفت و یا زیاد شل نباشه، اینجوری که این به سفتش کنیم طرف بیاد روش. باید همه چیز صاف بره تا آخر. دوباره میزنم. در ادامه چند تا دیگه میزنم که شما قشنگ کار رو ببینید.
خب من این مقدار 2 گره رو زدم تا اینجاش که ادامه‌ش هم میرم. ببینید الان دیگه بافت ما محکم شد و دیگه به هیچ عنوان تار و پودمون که قرار بود باز بشه باز نمیشه. حتما این 2 گره باید زده بشه قبل از شور تابلو فرش. همینجا هم بهتون بگم که اگه این ویدیو براتون مفید بود ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید، لایک کنید که خیلی بهمون کمک میکنه. من آموزش تابلو فرش رو، آموزش بافتش رو داخل یه پلیلیست آموزش تابلو فرش گذاشتم که برین حتما استفاده کنین و ببینین و تو عرض 5-6 ماه میتونین همچین تابلو زیبایی رو ببافین و با قیمت بالایی. الان این تابلو فرش حدوداً 50 میلیون قیمتشه. داشته باشین، درآمد خودتون رو داشته باشین و لذت ببرین. خب 2 گره ما تموم شد. ببینید که چقدر مرتب و زیبا در اومد. اگر برید ابتدای فیلم رو دوباره مشاهده کنید میبینید که چقدر اولش نامرتب بود. فقط یک نکته مونده که گفتم اینو براتون بگم که فراموش نکنید. وقتی کارتون تموم شد دوباره این نخ چله رو به بلندی چله اندازه میگیرین، اونجا قصد نمی‌کنین و با قیچی اندازه بلندی چله ها اینو کوتاه میکنیم. این هم از 2 گره ما. علاوه بر زیبایی بسیار محکمه و به هیچ عنوان باز نمیشه. امیدوارم که این فیلم رو دوست داشته باشین، آموزش رو دوست داشته باشین و حتما به پلیلیست آموزش های ما سر بزنین و یه کارهای زیبایی رو مثل این خلق کنین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.